سه پند لقمان حکیم به پسرش. در زندگی بهترین غذاها رو بخور، در بهترین رخت خواب بخواب، در بهترین خانه ها زندگی کن. گفت پدر چطور همچین چیز امکان داره؟ ما فقیریم، چطور این کارها رو انجام بدیم؟ لقمان گفت پسرم، اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری، هر غذای طعم بهترین غذاهای جهان را میدهد. اگر بیشتر کار کنی و دیرتر بخوابی، هر جایی که بخوابی بهترین خوابگاه جهان است. و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای میگیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست.